آیا میدونستی چیزی که ما فکر میکنیم شادیه شاید اصلا شادی نباشه؟ خیلی ها فکر میکنن لذت و شادی یکی هستن، اما امروز میخوام بهتون بگم که این دو کاملا با هم فرق دارن. لذت کوتاه مدته اما شادی موندگاره. لذت جسمیه، شادی روحیه. لذت گرفتنیه، شادی بخشیدنه. لذت رو حتی میتونی با مواد مخدر تجربه کنی اما شادی رو نه. لذت رو معمولا تنهایی تجربه میکنی اما شادی تو جمع به وجود میاد. زیاده روی تو لذت همیشه به اعتیاد ختم میشه، چه اعتیاد به مواد چه به رفتارها، اما اعتیاد به شادی وجود نداره. حالا یه نکته خیلی مهم: لذت دوپامینه، شادی سروتونینه، و چیزی که سروتونین رو کم میکنه همون دوپامینه. پس هرچی بیشتر دنبال لذت باشی ناراضی تر میشی. حالا انتخابات لذت های زودگذر یا شادی